مسئله دیگری گوش اندازید. مرد تاکزار بنیاد کرده در گردش دیوار ساخت. سپس حوضچه برای فشردن انگور تیار کرد و دیدبانگاه ساخت. بعد تاکزارش را به چند نفر اجاره داده به کشور دیگر سفر کرد. با فرارسیدن موسم حاصلخورداری، صاحب تاکزار برای گرفتن حق حاصل خدمتگارانش را نزد تاکپروران فرستاد. اما آنها خدمتگاران او را دستگیر کرده یکی را زدند، دیگری را کشته، سیومی را سنگسار کردند. صاحب تاکزار از دفعه اول دیده بیشتر خدمتگارانش را فرستاد. اما تاکپروران با آنها نیز چنین رفتار کردند. عاقبت صاحب تاکزار پسرم را حتما عزت و احترام میکنند گفته پسرش را نزد آنها فرستاد. لیکن تاکپروران پسر را دیده به یکدیگر گفتند وای میراثخوار است، بیایید او را کشته صاحب میراث میشویم. با این قرار آنها پسر را داشته وی را از تاکزار بیرون برآورده کشتند. بعد عیسی سوال داد وقتی که خود صاحب تاکزار برگردد با این تاکپروران چگونه رفتار میکند؟ آنها در جواب گفتند حتما آن بدکاران را بیرحمانه خواهد کشت. تاکزار را باشد به تاکپروران دیگر می سپارد که حق حاصل را سری وقت دهند. عیسی با آنها گفت مگر شما در نوشتجات چنین گفته ها را بار هم نخوانده اید؟ آن سنگی را که بناکاران نادرکار حساب کرده یک سو پرتافتند، سنگ اساسی تحکوسی بنا گردید. این کار خداوند است و به نظرمان عجیب می نماید. بنابراین به شما می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته می شود و به خلق داده می شود که آنها به خدا اطاعت کرده ثمری می بیارند که سزاوار پادشاهی خدا است. هر کسی که به بالای آن سنگ می غلطد میده میده می شود و اگر این سنگ به بالای کسی افتد وی را مجق می کند. کاهنان کلان و فریسیان مثلهای عیسی را شنیده فهمیدند که وی درباره آنها سخن می راند. از این رو آنها کوشش کردند که او را دستگیر نمایند، اما از مردم جمع آمده ترسیدند چون که آنها عیسی را پیغمبر می حسابیدند.